امروز مامان بیگودی بستم، خیلی پرنسسی. میخوایم با فاطمه بریم این برنده که برام لباس فرستاده رو عکاسی کنیم. خیلی وقته. درشو که باز میکنید برنده سا خیلی بویه با حالی میاد بیرون ازش. دست بگره گذاشتن، بعد یه لک رنگش کرمه، خیلی خوش رنگه. ببینید این اینطوریه. تا بپوشم ببینم چطوره. این یه تاپ، فکرم تاپش خیلی یقش بازه، با اصل کاری یه روی کیمونو، خیلی خوش رنگه. من عاشق کیمونو هم، همه رنگاشو دارم. آستینش ساعت 5 و 6:30 نور میره. باید الان جنگی آماده شیم بریم عکاسی. که ما هم همیشه همین شکلی بود. یه چی که اختراع شد، کشف شد، دارم اینم یه راهی براش پیدا بشه. موامون همینطوری باشه همیشه. من اینطوری دوست دارم، یه حالتی داشته باشه، نه اینکه خیلی فرفری باشه. تو خیلی نازه. فاطمه چقدر دیگه کار داری؟ الکی نگو. راستی امروز داشتم یه ریز برای برند لورآل میگرفتم. بچه ها واقعا یعنی از ته قلبم این ریلز رو داشتم میساختم، چون این دوتا کلا تموم شدن. توش یکم آب ریختم برای ریلز، چون من این ستا رو خیلی وقت دارم استفاده میکنم، چند ماهه. انقدر ترکیبش خوبه، هرچی بگم کم گفتم. مخصوصا این اصلا وقتی میزنی رو مو بعد حمام خیلی موها رو ابریشمی میکنه. من برم سریع آماده بشم که بریم عکاسی. خب بچه ها ما یه مقدار دیر رسیدیم، خیلی ترافیک بود دیگه. نور رو از دست دادیم دیگه. عکس نشد بگیرم، گفتم حداقل به شما نشون بدم اینجا. ولی دیگه یه روز دیگه باید بیام. امروز نشد. من خیلی میام اینجا عکاسی، خیلی توش خوشگله. الانم خیلی شلوغه، اصلا نمیشد ویدیو بگیری، باید زودتر بیای. من ناخونامو کلا ترمیم نکردم این چند وقت، چون که من استرسی که میشم ناخونامو میکنم. تو مدت انقدر استرسی بودم دیگه اصلا ناخونامو ترمیم نکردم حقیقتا. برای همین ناخونام الان این وضعیت داره.
بچه آیزا نظر من فود نیل دکتره. یس بچه یه جوری ناخونای پا رو تمیز میکنه اصلا باور نکردنیه. سلام چطوری؟ بچه زهرم اومده امروز پاشو ترمیم کنه چون کار آیزا خیلی خوبه. ما امروز با هم میکنم مچی بچه پایین تنمون رنگ همه ریش ریش بالا تنم مشکی مادیم میکنم به خودمون رسیدیم قراره بریم ورزش کنیم. میخوایم بریم باشگاه زهرا به عنوان مهمان بریم. ماتو ایشونی که میبینید مامان یه بچه است بچه ها. برگرد شکم رو نگاه کنید صاف تخت ننگار زایده. بچه ها کلن اگه دبی زندگی میکنید این السرکال رو حتما بیاین. یه روز میام همه رو بهتون نشون میدم. خیلی وایبش قشنگه پر کافی شاپ در اینجا. وای خدا اینو نگاه کن چقدر خوش رنگه. ببینی بشناسی و رشی راستی خیلی خوشحال شدم. ولاگ قبلی رو دوست داشتیم برام کلی کامنت خوب گذاشتین خیلی ممنونم ازتون. انرژی گرفتم واقعا از پیاماتون و سعی میکنم که تون ولاگ بذارم و ادامه بدم. اینجا رو ببینید زندگی منه. تنها میوه‌ای که عاشقشم گوجه سبزه بچه. امروز چهارشنبه است. قراره من و غزاله با هم بریم یکم وسیله خونه ببینیم چون دوتامون همزمان با هم خونه‌مون رو عوض کردیم. برای همین دوتامون درگیر وسیله خریدنیم. الان داشتم قبل از اینکه آماده بشم ریلز محصول جدید اکسسوار میگرفتم، یعنی دارم امتحانش میکنم خودمم. بچه این کرم ضد لک و از بین بردن مثلا جای جوشه و پوست صورت رو یک نواخت میکنه. حالا میگن توی یه هفته 10 روز مصرف کنی نتیجهش رو میبینی و برای همین من شروع کردم ازش استفاده کنم که نتیجهش رو بتونم براتون ریلز بسازم. دارم همه محصولاتشو. بعد اینم گذاشتم ببینید چه کیوته. برای اینکه این مدام خیلی کاربردیه. ببین همیشه انتهای مثلا این کرممون که تمام میشه این آخرش خیلی در نمیاد. اینو میتونی از اول بندازی توی این و هی بچرخونیش قشنگ تا تهشو میتونید مصرف کنید با این. یه چند تا جعبه داشتم گفتم میام با هم بازشون کنیم. بچه این کرم از شارلوتی ولی کسایی که مثل من از سنگینی کرم پودر رو صورتشون بعدشون میاد عالیه. نظرم برای استفاده روزانه خیلی خوبه. اصلا حس نمی‌کنی چیزی رو پوستتونه. من از اینکه یه چیزی حس کنم تو طول روز مثلا تو چند ساعت رو پوستمه واقعا اذیتم میکنه، ولی برای همین اینو میگیرم. من این رنگش استفاده میکنم. انگار هیچی رو پوستتون نیست ولی خب یک دست میشه پوستتون. دیروز رفتم 2 روز پیش رفتم عکاسی این برنده ولی گفتم که عکسش خوب نشد نمیذارم، ولی خب دوستان اصرار کردن گفتن خوبه بذار. من چون خیلی وقت بود عکس نگرفته بودم خیلی حساس شده بودم و فکر کنم اصلا خوب نشده. دوستان گفتم بذار بره سخت نگیر. برای همین گذاشتم بدم برنده. چقدر خوشش اومد. بعد گفتش که میخوام برات همه ستامون رو بفرستم. وای چقدر نازه.
این تنه ورزشی باشه، این رنگ مورد علاقه. یه لک دوباره احساس میکنم اینو خیلی بیشتر از اون دوست دارم، یعنی باش راحت ترم. اون چون خیلی روشن بود یکم معذب میشد. آخه اینو برای من کوچیکه باید بدم به خواهرم با یه شورتک، یعنی شلوارک. یه داستانی پیش اومد، گفتم حتما باید به بچه یوتیوب بگم. کیف شنلم که خریده بودم چند ماه پیش، خواهرم رفت باش مهمونی، بعد اومدش دیدم دستش شکسته، کلا دستش جدا شده بود. مثلا باورم نمیشد مثلا این همه پول بیای به یه کیف بدی، بعد آدم دستش بگیره بره مهمونی کنده بشه. واقعا برام عجیب بود، یعنی واقعا ما پول چی میده. خیلی عصبی شده بودم این اتفاق افتاده بود دیگه. رفتم شنل گفتم امیدوارم درست کنن، توش از 1 ماه تا چند ماه زمانی باید درست کنیم. قد ناراحت بودم. بعد دیگه دیدم که چند روز پیش ایمیلش اومد که درست شده بودم. فکرم 1 ماه طول کشید ولی بازم خوب بود، یعنی خیلی طول نکشید. کیف دوستم دیور بود خراب شده بود، 6 ماه طول کشید تا بهش بدن، ولی خب اینو دیدم و 1 ماه درست کردن. بچه اینجاش کامل، یعنی از اینجا شکسته بود، یعنی هیچ جوره درست نمیشد. یه نیم تنه هم از جیم شارک گرفتم، گفتم بهتون نشون بدم. به نظر من تو برندهای ورزشی یعنی واقعا بخوای برای باشگاه استفاده کنی جیم شارک خیلی بهتره. مثلا الو تو باشگاه خراب میشه زود خداییش، لولمن پرز میده، ولی جیم شارک تو باشگاهش مرگش نمیشه. نخیدم پشتش اینو گرفتم که تو باشگاه بپوشم، سفید برنزم شدم. خود همین همینا رو میخواستم بهتون نشون بدم. ببین حالا بعد علا رو گفتم، ولی خب این شلوارش اتو کردم بهتون نشون بدم. خیسه. من خواهرم چند تا رنگشو گرفتیم چون خیلی راحته بچه‌ها. خدایی به نظر من الو به درد قرتی بازی و اینا میخوره، واقعا خوشگله، ولی خب به درد باشگاه و استفاده خیلی زیاد نمیخوره حقیقتا. ولی بچه این شلواره اصلا بد سمیه، انقدر راحته تو پا، یعنی اینه که هر روز آدم میپوشه. جنسش یه مقدار کشیه. حتما برید الان این شلواره رو تست کنید، واقعا عاشقش میشید. برم بپوشم بیام بهتون نشون بدم. بچه من این نیم تنه رو پوشیدم، عجب سمی. خب من عکس و فیلم اینطوری انقدر لختی نمیذارم ولی خیلی خوبه. بچه این شلوار تو پام گفتم بهتون نشون بدم، خیلی خوبه، راحته. هر جا میخواییم برین 3 سوتا آمادیم دیگه، نمیخواد فکر کنید چی بپوشید. بچه من این گوجه سبزامو به خواهرم و سامانم نمیدم بخورن، خب ولی خب غزله چون حامل است براش کمی میبرم. گوجه سبز بدون نمک فایده ای نداره، خب نمک فراوان میدنید در حد مرگ. هم خب چون غزله حامله شد براش خوب نباشه، کم میزنم فعلا. بسشه دیگه، درسته؟ بیشتر دیگه ببرم خب برای خودم هیچی نمیمونه. من امشب و 2-3 شب با این سر کنم چون گرونه، نمیتونم هر دقیقه بخرم. تو ایران چون باغ گوجه سبز داریم، من تا حد مرگ میخورم، یعنی تا حد مرگ، صبح زور شب. اینجا چون گرونه باید خیلی اقتصادی تر بخورم، باید جیره بندی کنم تا تموم نشه. داره رسید میرم پایین. قشنگه من open my door. کاش که یه روزی رو
نه عزیزم از کجا اینقدر گند آوردی؟ فقط به من بگو که من از کارفور میگیرم. به یکی سفارم برام پیدا کرد همین امروز رسید. آره ایرانیه. گوجه سبز ایرانی. غزله بهشون میگم من به سامان فاطمه نمیدم ولی خب چون حامله است نمیتونم. بچه خیلی سمه. سم بعد ترشه میبینی با اینکه بزرگه. اون روز ببین تو کارفور انقدر حوض کرده بودم همینجوری خالی نشسته میخوردم ولی اصلا این یه چیز دیگه است. بچه ارزشش از خودم بگذارم و خطر نینی بود وگرنه همچنین نمیگذشتم به گوجه سبزم. مثل ما پارسالم اووردیم. آره خوشحالم چون که قراره با برند پولنبیر همکاری کنم. الان قراره برم آماده‌شم برم دبی مال تا برش لباسا رو انتخاب کنم و بعد برشون محتوا بسازم. یه ذرت میاد قبلش ولی باید بریم یه جا عکاسی عبا دارم انجام بدم. پوت میبلین میزنه. از شارلوته پوششش بیشتره. این رنگش رنگ پوست منه. دوستم از پولنبیر یه شلوار جین پیدا کنم، یه استایل با شلوار جین بزنم چون خیلی وقت دنبال یه شلوار جین خیلی خوش پوشم. نمیدونم چرا ما هرچی شلوار جین میخوایم از آخر شلوار جین نداریم. شلوار جین خوب دوستم همه شلوار جین ها بندازم دور. البته چون لاغر شدم بیشتریش دیگه سایزم نیست. ما آماده شدیم. اول داریم میریم عکاسی عبا. 2 تا عبا رو با عکاسی کنم و بعدش میرم دبی مال سیستر از من عکاسی کنم. موقع عکاسی یکم با هم دعوامون میشه. میگم چرا اون عکسه که میخوام نمیگیری؟ خودتو معذب نه. اصلا خب اون رخم اصلا یکی دیگه هست. این رخم یکی دیگه هست. این رخم فائق است. این رخم فائز است. بارم این دختر خودم میکرد توی زمینات فکر میکرد که عقل کشم که همه نقل باره واسه هیچ که منی یه شب عقص رفتم تماشیدم حالت خوبه تو کی تو خوابت بوده تو تو بود شاید خواهد بزن. اینقدر شلوغه همم اماراتی باحاله. اصلا نمیشه خیلی راحت عکس بگیری ولی خیلی لوکیشن قشنگیه. منم امروز عکاسی اوله. لوکیشن عکاسیمون تموم شد. عکاسی هوا بریم دبی مال. آره؟ میام اینقدر کافی شاپ شلوغه نمیتونم براتون بلاگ بگیرم. اصلا نمیشه. همه اینطوری جلو صورتاشون رو میگیرن نیافتن. این شما و پولنبیره. خیلی سنگینی داریم چون خیلی ذوق دارم. باید چند تا استایل از اینجا انتخاب کنم برای عکاسی
باشم خیلی زمان میبره. آش و لاش میشم. بریم که شروع کنیم. چقدر این صندل شیکه، ببینید الان خیلی اینا مد شده. حتما برمیدارم. فام خیلی ترند شد. چقدر نازه. تمایی که برداشتم امتحان کنم از اینا که خیلی خوشم اومد. اینا خیلی بامزه است. این بالیزه، شامیزه، راه صورتی، جین. عاشق این شدم. اینم پیراهنه. برم بپوشم ببینم چطور میشه. اولی که پوشیدم بچه ها ببینید چه شلوار شیکه تو پا با تاپشه. صندله با مزه ستش کردم با این کیفه. این ست دوم پوشیدم با مزه بافت ریزه با شورتکش. قد این شلوار جینه خوشگله بچه ها ببینید. من به خاطر اینکه کمرم مثلا گودی کمر دارم شلوارا همیشه پشتش اینطوری میشه، ولی این مثلا باز خوبه. خوشم اومد. این شامیزم پینکی نازیه. اینم یه تاپ دامن بامزه است برای تابستون. توی توریه و پشتش اینطوریه. دیرن دارم حجم لباس که برداشتم بچه. سنگین نیسته که برای تو گوشه. بچه ها برم خونه همه‌شو میپوشم بهتون نشون میدم. فکر کنم تو بلاگ بعدی بشه. همه‌شو میپوشم فکر کنم خیلی استایل باحالی شد. حتی سنگینی که خواهرم میتونه تو زندگی تحمل کنه. این دکور دیور رو ببینید چقدر نازه. تابستون قشنگ. وای این کیفه عاشقشم. لیدی دیور. نوری چی بود این اصلا؟ چی بود این اصلا؟ چی بگم؟ نه این کیوت. ولی چرا استرابری وقتی میتونی نوتلا بخوری؟ دونات بچه توش توت فرنگی. من نوتلاست. من اصلا شیرینی دوست دارم. الان میرم این کافی میخورم. ایمیل زده بود بهم که امروز بیاین و نمیدونم چی یادم رفت دیگه. اومدم همین چیز میز رنگی ها رو چیده بودم و خیلی خبر خاصی نبود.